بسم الله الرحمن الرحیم. با تأسف و اندوه فراوان شمار هموطنان عزیز ما که در یک مراسم عروسی گرد هم آمده بودند و خوشیشان را تجلیل میکردند آماج یک حمله توریستی قرار گرفتند، جانهای شیرینشان را از دست دادند و شمار هم زخمی شدند. این حمله توریستی بر محفل خوشی مردم عادی کشور ما صورت گرفته است که هیچ هدف نظامی و دولتی در آن نبود. حمله بر مراسم عروسی که جمع بزرگ از هموطنان ما هم از زنان و مردان و کودکان ما شهید شدند و شمار دیگر نیز زخمی شدند، بزرگترین و فجیع‌ترین جنایت علیه بشریت و انسانیت است. آماج قرار دادن مردم ما در مراسم خوشی، مکاتب، مساجد، بازارها و مکانهای عامه نشان دهنده قساوت یک گروه حراس افکن است که برای کشتن مردم بیگناه ما کمر بستند. طالبان با نکوهش این حمله نمیتوانند خود را تبرئه کنند، زیرا آنان خود فراهم کننده بستر برای فعالیت توریستان. مردم افغانستان همواره شاهد بودند که طالبان بارها حمله های انتحاری، مسئولیت حمله های انتحاری و انفجاری را به دوش گرفته بودند که در نتیجه آن شمار زیاد از شهروندان ما به خاک خون کشانیده شدند. طالبان عامل اصلی تلفات غیر نظامیان در کشور بوده و مردم ما هرگز جنایات این گروه اجنبی را فراموش نخواهند کرد. ما از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و کشورهای اسلامی می‌خواهیم تا در قبال این گونه اعمال وحشیانه و ضد بشریت خاموشی اختیار نکنند، بلکه در ردیابی و محکومیت عاملین آن در کنار مردم افغانستان باشند. نیروهای امنیتی و دفاعی کشور انتقام هر قطره خون مردم بیگناه را از تروریستان جنایت پیشه میگیرند و با استعمال مشروع قوه آنان را در هر گوشه و کنار کشور شدیداً سرکوب خواهند کرد. من به خاطر غم شریکی به هموطنان خویش امروز تمامی برنامه‌های کمپانیم را لغو کردم و مراتب عمیق تسلیت و همدردی خویش را با خانواده‌های شهدا ابراز می‌کنم و برای زخمی‌ها صحتمندی کامل از درگاه ایزد متعال تمنا دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. من تسلیت می‌کنم به خانواده‌های شهدا و جنایت که علیه مردم افغانستان عمل قبیحی را که صورت گرفته تقبیح میکنم. در هیچ شکی نیست که طالبان با اصرار به ادامه جنگ و نشان دادن عدم صداقت در پروسه صلح باعث دوام کشتار مردم بیگناه افغانستان و مصیبت مردم افغانستان بودند. خانواده‌ای که در آستانه یک محفل خوشی قرار داشتند و انتظار روزای خوشی را برای فرزندای خود داشتند، در مصیبت و ماتم نشستند و با ماتم نشستن مردم بیگناه هیچ افتخار را نصیب جنایتکاران نمی کنند و بلکه بار مسئولیتشان در برابر خدا و در برابر مردم بیشتر می سازند. یک جنایت غیر قابل بخشیدن است و هیچ نوع توجیه نداره و با شدیدترین الفاظی را تقبیح میکنیم. به مجروحین طلب شفا و صحت داریم و به خانواده های شهدا یک بار دیگر تسلیت خود ابراز میکنیم، در حالی که مردم افغانستان انتظار 100 سالگی استقلال افغانستان داشتند تا در اوج در خوشی با هم شریک شوند. اینا یک ماتم را ایجاد کردن برای مردم افغانستان که همه مردم افغانستان ابراز همدردی کرده و این جنایت تقبیح کرده و عزم و اراده مردم افغانستان از یک طرف در مقابله با جنایتکارا و از طرف دیگر در کوشش برای صلح واقعی قوی‌تر می‌سازند. و السلام علیکم.